چی تو دکتر سری دختر ده؟ زوا دختر زنای مشکار داره کشکام ندشد چی میگی دکتر؟ از راستی شکم کدن بچه امو خواستو نیه؟ اونو جانو مرگ اونو نیال بیرو دختر زوار روی مرده زنده سیاه کت کم بود که این دفعه خودکشی کده خب برادرها و خوارای عزیز، ما متاسفانه امروز بسیار با یک واقعه ناگواری روبرو شدیم و اون یکی از بنده های خداوند خودکشی کرده و برای همه ما و شما معلومه که خودکش از نگاه دین، از نگاه قرآن مرتد به حساب می آید و او جایش طبق وعده خداوند، طبق آیه های قرآن کریم جایش در دوزخ است. در یک مسئله است مگه کسی که خودکشی کرده نباید اموات بده دیگه اموات را عذاب گرفتار کنه. باورها و اعتقادات مردم متفاوته و همچنان باورهای دینی بین ادیان هم متفاوته. در دین یهودیت امی باور وجود داره که کسی که خودکشی میکنه او نباید در بین قبرستان عمومی دفن شود، ولی در دین اسلام این تو یک چیزی وجود نداره. یعنی دین اسلام یک دینی کاملا بخشنده و مهربان است. حتی توصیه دینی برای ما و شما ای است که شما کسی را که خودکشی میکنه شما او را باید از دید عام از بین مردم مخفی نگه دارید تا اینکه نامبدی از او در دنیا بیشتر نشود. آخو سعید تو دهانه کار داره. چیز کار داره؟ خبر نیم. خب بر مامایی. خب از اینکه کدام اتفاقی در خانه افتاده ما از شما اجازه میخواییم رخصت بشم میرم خانه و برای از اینکه بین مردم ما و شما دیگر از این اتفاقات نباشه و برای از اینکه ما در قبرستان هستیم، برای شادی روح جمعی از اهل قبور و مخصوصا از اینکه خداوند این جوان تازه درگذشته را که خودکشی کرده و خود را مرتد ساخته خداوند ببخشه و بیامرزه. الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. الله صلی علی محمد و آل محمد. آبای حسن بیا برو خانه. از کاره سلیخا نوشته. این امید رو ما بچه تو چیز کده؟ او بچه مریض شده؟ خبر نکنم زیاد دلم برمه سرم درگم را. ایدا کجاش نمای خاک در سرما دورو که تا تو چیز کار کده تا کدام رفیاقو ده بچم اگو یتیم در بازی نداشد
ای خاک در سرم جاش میرسی بابا چیز میگی؟ تو جانی مرد کنم خوب روی مسیح کردی؟ این طوره رو لکو خاطر بود هر چیز کار کنی. پیش از این کس خبرش نه بارم دکتر رو بیرون. ای خاک در سرمش نه خوب روی مسیح کرد. ما شفیقه رو گفتی ای خاک در سرمش. یعنی خوب روی مسیح کرد. یا الله دکتر صاحب. سلام علیکم خاله. علیکم. خوبین خاله بخیری الله چون سکلا غیره بچه موگه بینم برمایه. سرطان درد لیتم برمیاد. یه چیز لایه مثل دیگه. ای دکتر چیز کارشته؟ دختر شدیم شفقه دختر زوار لیشته. ای خاک در سرم ای دکتر تو چیز موگی ای دکتر جاشنم خوب روی مسیح شد؟ چیز میگیم دیگه دختر استم زوستویه. ای خاک در سرم ای دکتر جاشنم ای روسیا بود دی روی مسیح کدی ای خدا بینی منجی شد. علاقه مگفت که دختر نیستی. ما بارنم کرد. گیر که باور کرده نگیر بخور گیر جانی مار کنه ای و مرتب کتا کنه ای تریت مار نمیدد پی جانی مار کنه ای خواه باشه دریشت. من بر موتر پیش دکتر صاحب بری. مسیح کدی تو بانیال بیرو. بلچه روی مسیح کدی بلچه که باری ساتر دقیقی کافو کنی. بلچه جانی مرد. بلچه. او چیمرالای توچ که این شیشته؟ آب مزیا دکتر رفته ما نبرده. دکتر چیز کار رفته؟ کی ناجوره؟ زلیخا رقم شفقه لیشته. کی گفته؟ صفیان. او دروغ گفته او رقم نیه. یا باری خانه ازمو. چطوری خوبی؟ وضعیت چطور؟ چیزی قابل تشویش نیست، مریض مسموم شده. دکتر صاحب مسموم چیزه؟ فرم درستو نیسته؟ چیز میگه خاله یه گپ از کجا شد دیگه. مریض فقط مسموم شده، شاید اگان غذای فاسد خورده. خبر نیم دکتر. شاید خورده شد مقصد دکتر صفی هم گفت دختر سوستویه. چیز میگی آقا تو؟ نمو همه دکتر چیز میگه؟ دیشب برنج خورده دم. دیر مانده نبود برنج؟ دکتر صاحب یک مریض آجل دیگه هم داری طرف. چیزی قابل تشویش نیست، مریض امشب همینجا است، فردا انشالله مرخص میشه. خب دکتر صاحب. دوستی رو واسه کو؟ همیشه چیز کده؟ دکتر صاحب زیاد شکم درده و دیرباد مشاغدر. خونچه بگه دکتر یک چیز بگرس بشه. دکتر صاحب امیر از خیلی خوب دقیق معاینه کنین که می مشکل ازی فهمدش نه که واقعا مشکل ازی دختر چیز خیلی. مو دکتر عاقل مو که است و مو گفته که یگو گپای دیگه گفته.
خدا خیر پیش کنه که موقع پا نباشه. اول خدا دوم امید از ما شما دیگه. شما تشویش نکنید، ما نهایت کوشش کنیم. پدر دکتر صفیه رو حالت نزدیک بود مربوک شد. باش خانه وارم موی سر از اون نمید. ما هم دوباره باید دوزه کنیم نماز کنیم. آقا خون صاحب تو چیز نیجی؟ تیم سال علی یک مریض آوردم. تو این چیز کار نی؟ ما هم دختر خوردم. وی چیز که ده دختر تره؟ صاحب کوریش درد میکرد دل بلا بود. اونجا داخل دکتر صفیه هم گفتی زوستویه. اینی جورده فضل خدا دکتر که دروغ ایترا. خب عجب. شما یک دیگه میشناسین؟ اره دکتر صاحب موز یک منطقه از یک آقلی ملا از مویه. خب پس دختر آردیش مامرا یک دیگه رفیقه دیگه. اره صاحب. ملا صاحب چیز قابل تشویش نیسته. دختر شما مثل دختر کاکاوری مسموم شده. خدا را شکر، خدا را شکر. با اجازه داخل صاحب. زافیز. خواه میشه مثل که شما غذای ناپاک خوردین. آره بگذار همه فهمید. از او بعدم چیزی خوردین؟ نه ما راست هیچ چیزی رو نشد. بس یه خوری برنج برد خانه شوش قصه خوب برد. او می موچه تیم سا خنجقه ملا نبود بود بکل جان مرگام که دخترونج که سپارداره روی زیر دقیقی خاک اینام بداره اینام بدار سمسار نمونه مایر داغیل آغیل رو بیت مردارون نه ولو دختر ملایشه و کس شویش دل بیاب اینجا بینت بازینه خاک روی زیر نه آقای چیز که داد؟ بکی دکتر گفت معصوم شده. معصوم نه مسموم شده مسموم. بکی همین چیز قابل تشویش نبود دکتر که دیگه چیز ناپاک خورده ده. بعد پدرم دکتر صفیه رو نالم داخل گوی گیره کده که زلیخا قد دختر آخون رقم شفقه زوستویه. اره هر کس که بینی خسیا که میگه ما اینگریم. همین صفیه هم سر از مخت دکتر نه. یا الله یا الله یا الله خدای نتی موسا یا الله خون صاحب خوش آمدید. خوش نشین بخیر جان تجار بخیری وای زمان خوبی بخیر بخیر یا الله بیش نظام بشین زوار چطوری خوبی؟ شکر خدا. خوبی بخیر خیری جوری بخیر خانه خیرت است. آقا تو چطوری خوبی؟ چطور هستی دیگه جان تو بهتر شده؟ شکر خوبه ما خونسه گلسم دختر شما چطوره؟ شکر بچه یال شکر خوب شده بخی جور تیاره ما که مادمون منج پیش خانه شیشتد بخی فیکس جور تیار بود اره خون صاحب پیشلون تو مومی مسئله زدی هر کس که بینی خسیا که میگه ما اینگریم اره والله این چیز بگی آدم سابق یک مسئله بود میگفت نیمچه ملا خطر دین نیمچه دکتر خطر جان آنی هم مرقم شده یه دکتر مرق خدا افتر کجا رسید عزیز دکتر خدا خمیده کجا رسید حالی هم امی دکتر صفیه امزو نیمچه دکترهای خواه دکتر مکتر نیایی دمزو نانی توی که مردم خوردک خیلی کسا مریض شدد مسموم شدد دیگه ای دکتر از پیش خو اونه جور کده دیگه که نیتره و نتره همین شفقه خیلی خوب دختر معلوم شد اما هم به نظر از ما نه زوستو بوده نه دیگه تمام شیف حساب در پایمز دکتره کجا میشیش دلاله؟
Woo!